خودی سرود چند کوپلت اصلش؟ 3 کوپلت. آخه 2 کوپلت چه خانمه؟ شهد لبود عامیمم قوه جسم جانم. نیوه کایسی نخوندیم باید نکنیم. خوجان بحث میگن تو؟ سالی با این ویاش میتو. موزیکشه میدانی دا؟ طرف شما ها همین من بگو کده هر دمو این وقتی میانده تارو پاییننده بوده بدلخچه میوایده نه؟ تیز سرود شخص تفهم. بانویو با آن چشم. میشه چه چیزی؟ یا استفاده می‌کنم. ها و میکروفون نگروس که نتید و نرمال نیست تیزان وای نکنی سما. در زندگی پیدا میشوند شخصانی که عمر خویش را در یک جاده سپری مینمایند ولی در برابر آن باز هم به نظر میرسند نفرانی که در دوام زندگی میخواهند خود را در چند جاده ها دیده باشند. امروز مهمان برنامه صحبت شامگاهی نفری است که الکی در یک جاده موفق کیها گردیده بود ولی خواست خود را باز در دیگر ساحه نیز سنجد. اکرم عبداللهیف. السلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام. از تشریفتون بینایت فراخمند هستیم. استفاده از این فرصت خوبی سلام عرض می‌نماییم با اونایی که چون همیشگی ما رو از اون طرف اکران همراهی نموده ایستادن. السلام علیکم بینندگان عزیز. سلام علیکم هموطنان عزیز. سلامت باشید. خانه آباد باشید. راستی الکی‌ها آوازهایی به گوش ما می‌رسیدند که استاد اکرم عبداللهیف کجا شده باشند. چرا که امروز روی اکران نمیبرند یا گوییم از صحنه‌های کلونی هنری بحری اخلاصمندانی خیش ترانه ها پیشنهاد میکنند. صنعت به راسیگات دوام داده گشتیم فقط در روی صحنه نیستیم. سببش در آن است که کمک تجارت و مشغول شده موندیم. انا گپ در کجا؟ از حساب تجارت و مشغول شده از روی صحنه دور شده موندم. تجارت رفت است. روی خودش که رفت است. هم تو اوی کده برون به صنعت برای من شخصا برای من صنعت دوام دادنم در کار است. کمتری دور شده موندم. خیلی معرکه اشتراک کردن دیگه روی صحنه و بله برآمد کردن برای خلق خدمت کردن و دیگه خیلی بس. چند کس در کوچه ها در معرکه ها شما نیستید در روی صحنه سوال میتیم فکر میکنم که من صنعت رو بتون پرافتگی همه خیلی حس کردم ده آدم ها من به مراجعت کردن که در روی صحنه بتون نیستی من میگم معرکه ها اشتراک میکنم معرکه حساب نباید هم تو گیرید تلویزیون با برآمد کردن در کار بس یک جورام و یک کمک تجارت کنیم نپراولینیم چکر تجارت به کشاله کردن همین که تجارت به گذشته برفتیم خیلی توی امداز توی رفتاسیم که گفته اهمیت ندادم راستیگر ایجادیات به تجارت همین روی خودش به کشاله که میبرفته است افسوس که دوام دادن در کار بوده از سالی چند آغاز کردید؟ خطا نکنم 2008 بود به نظرم ده تخمینا سالهای 2007 بود 7-8 بود سلامت باشید. امروز تجارت چی است؟ چی خرید و فروش استاد؟ کمک استحصالی خب درهای بین حجرگی خب استحصال میکنیم با من بازارنده فرزندم با امکش دادری کلانی سودا میکنن همون محصولات رو پیشنهاد کردیم میفروشن بسیارتر جمعه بازار با سودا میکردیم خب خیلی که میشناسن بید همین آدم تیزه گیری میفته اما سودا کده میگفتن خدا هم تجارت رو همونجور میشتم خب یک آدم هم خیلی حالت میشود است که همون کاربه هم یک عدد میکده اواره میشود در اول چگونه بود استاد کم و بیش شرمداری ها پیدا شدن آدمی که مهنت میکند کار میکند ولی ناموسش نیست زیرا امروز مشاهده می‌نماییم بعضی از همکسبان شما حداقل امکان کش میکنند تا از انسان‌های عادی کمتر دورتر باشند از نظری اونها دورتر باشند
اكو خیلی انسان ها هستن ما اکن وقتشنده در وقتی مکتبی میانه میخوندگی ها جنده راستی گپ صندوق میساختم ها صندوق میساختم خب صندوق های ساخته خوش شروع کرده براده فروخته انجام های راستی گپ قیمت میپوشتم راستی گپ همون بچگی همین خیلی میشید که بعضی معلم های هم خیلی چیزای قیمت پوشته نبیام مکتب برفته همین خیلی حالت های هم میشه چون که خودم کار میکردم پول میافتم وقتی مکتب میخوندگی من بود همین خیلی بود همون بچگی مهنت کرده میامدیم تا حاضر مهنت میکنیم و شعار اکرم عبداللهیف در زندگی این است که مهنت شرف است. بله البته این ما وقتشنده 2000 اومده سرود انا کامل جان لطیف افشتیان سرودی پدر هرگاه کنم یادی پدر ایجاد کردیم فراموش نمیشدیم. بله همون دورانده دلار نمیدادم چند پول بود 25 دلار به رفته سیامکه کردیم بوده همین تلویزیون ازی اسم یک با دادیم خودش یک بار هم تو موندن که از فرداش تلویزیون با این گپی دروغ گفته نمیشه یک شب دو بار سه بار سرشنده میبره یکم دویم روز از سیوم چهارم روز یه 7-8 بار سرود میبره راستی گپ خودم هم حیرت موندم که اون خلق پسند سرودی اولین سرودمو پسندی معقول شد 25 دلار ارزش که ما روی صحنه بروندیم این قدر شهرت پیدا کرده 25 دلار که بعضی شده میگم که 25 دلار که نامم هم شو مشهور شده برفتم دور زمان استاد اینقدر صحبت کردیم و فکر میکنم فرصت فرا رسیده است تا انا همان ترانه‌ای که واقعا هم شما رو مشهور و معروف گردانیده است پیشنهادی تماشابینان عزیز و ارجمند گردونیم به طور زنده. بله هرگاه کنم یادی پدر بر لرزمی آید دلم هرگاه کنم یادی پدر بر لرزمی آید دلم güya kiler sonu şadi her çubuğu sengi menziler güya kiler sonu şadi her çubuğu sengi menziler از خانم اما پدر یک بردن آنخور درفت از خانم اما پدر یک بردن آنخور درفت تا این که من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت تا این که من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت yer zilde mi burdi zaman berdöş mi berdاشتم نقد نوای خیش را بالای کف داشتم گر زلده می بردی زمان
بر دشمن برداشتم نقد نوای خویش را بالای کمی داشتم هرگه کنم یادی پدر در لرزنی آید دلم هرگه کنم یادی پدر بر لرزنی آید دلم güya kiler sana nişanedi her çubu sendi menzilem güya kiler sana nişanedi her çubu sendi menzilem تشکری به پایان میگم استاد عزیز قدر بگذار هیچگاه آوازتان خسته نگردد بعد اون که شما صحنه هنری رو ترک کردید آوازه های پهن گردیدند که گویا اینکه اکرم عبداللهیف بیمار شده باشند و از این خاطر از صحنه رفتند و همین گونه سخن ها پهن گردید میفتید که انا همین آوازه ها تا به گوش شما رسیدند راستی گپ هیچ خیلی بیمار شدگی مونده همه وقت در معرکه ها اشتراک کرده میگشتیم بعضی چهار بینایی حکومتی میشد تکلیف میکردن اشتراک میکردیم هیچ خیلی بیماری یکان خیلی وای نبود راستی گپ خلاصه چون این آوازها به گوش شما رسیدن هر خیلی آوازها میرسید حیران میشدید شکری الله میکنیم که همش نقص خدا شکر خیلی که آزادی داشتی چه بودیم حالی هم خیلی برای جاویدان ماندن ترانه ها چی باید کرد استاد؟ برای جاویدان ماندن ترانه ها بسیار پیشتر من خیلی میگم حافظهای دوره شوروی یک سرود یک سال یا دو سال ایجاد میکردن چند بار خوانده میدیدن و این خیلی میشود خیلی همین تا به راستی گپ حافظا سرود خوانده میبرن عمرش یک ماه به هم نمیره بعد از یک ماه یک چیز بیرون میمونه ثبت شه یا سرود بشه از پای تهیه ترانه نو میشود اعتبار میدادن پیشتر حافظا مضمون شعر به آهنگ به کار میکردن نوازنده های نقش کشیده کار میکردن حاضر خیلی کارهای دیدن ممکن نیست قریب دیده تا حالا من همون سرودهای کهنه هم گفته بعضی حافظا خوانداسی هم حالی هم از خیلی که در دل خلق هست و سرود بله خوش دلم از این هنر من دوست داری صنعتم خوش دلم از این هنر من دوست داری صنعتم زین سبب با جان دل مشغول کاری صنعتم زین سبب با جان دل مشغول کاری صنعتم صنعتم تنور تاری صنعتم صنعتم تنور تاری صنعتم شادم از آهنگی خرسندانه چنگور با شادم از آهنگی خرسندانه چنگور با
خورم از صوتی نیو تنبور تاری صنعتم خورم از صوتی نیو تنبور تاری صنعتم صنعتم تنبور تاری صنعتم صنعتم تنبور تاری صنعتم راستی گپ دوامش نخوندگیم ولی آواز خسته شده نشده است اوجش به راستی گپ نمیتونم ولی آوازم گرم نشده است خواندنم مشکل میشه. бар сурат ташаккур мегӯем ки шумо хоҳиши моро рад накардед имрӯз омадед ва баҳри мухлисону ҳаводоронатон таронаҳои хешро пешниҳод карда истодед ҷавонӣ сипос мегӯем. устод умуман дар замони имрӯза мешунавем ва мебинем ки қисме аз овозхонҳоро мардум отарчӣ мегӯянд қисме аз онҳоро ва аз назари шумо кадом сарояндаҳоро отарчӣ мегӯянд ва умуман ҳамин калима чӣ маъно дорад ва чаро ин гуна мегӯянд? خدا رحمتی جاشانه خداوند رحمت کند بای محمد نیازوف حالی اونجا هیچ کس منو نمیشناخت. خب در یک معرکه همسایه ما اشتراک کردن همونجا سرود خواندم استاد به آوازم معقول شد. یعنی با استاد بای محمد نیازوف خدمتچی ها گفتن که شیرلی یک سرودی دیگه باشه گفتن. سونی خدا رحمتی بای محمد نیازوف گفتن که بچه هم گفتن نام شما چی؟ نام شما چی گفتن؟ من فهمم همه شیرلی گفتن. من گفتم نامم اکرم جان اینم عبداللهیف کو نه گپای جدا شروع میزدم خدا رحمتی. یک بار با ما گپشان خفه شدم که اکو در نظری من خیالی من همه من شیرلی گفت. سونی استاد گفتن که اکرم جان بچه‌ام شیرلی جورایفه من بیام وای آدم به حد معقول وای دیگه حافظ گفتن. حافظی خدا نظر کرده دیگه حافظ. لیکن گفتن شما گفتن اکرم جان عبداللهیف شدن تان دکار. شیرلی ازبکستان ده هست گفتن. چون شما شیرلی میشدید؟ شما اکرم جان عبداللهیف. من همین گپشان به یک بار بعد یاش بودم خفه شدم که این حافظ چون من ایخی گفته انسته. آن کس من با یک راه نشان دادن که شما سرودی خودتان ایجاد کرده خلق به اکرم جان عبداللهیف شدنتان در کار گفته من با همین پیشنهاد کردم سانی فکر کردم که حقیقتا با استاد من با همین خیلی گپای نقض زدم سببگارم همون کس میشد حافظی که سرودی خودش میبرد خلق میپسندد حقیقتا میپسندد از تحت دل میپسندد حافظه صنعتکار هنرمند اصیل حسابیده میشد. اون حافظایی که سرودهای دیگه حافظای خوانده میگردن ایجاد نمیکنن خیلی که میگن از دایره ایجادیات بیرونند. معرکه اون میرن سرودی همه حافظ خوانده میگیرن خیلی که میگن حافظای سرودهای هر کسی میخوندگی حافظا میگن. یک برای خلق سرودی خودش که معروف نشده سالی نظری من بکنم همون حافظای همین خیلی خلق میگن حافظ آترچی فهمو مایم منم وقت شنده سرودی استازم میخونم فقط شیرلی باشد شد میگفتم همین خیلی بود لیکن سرودی هر حافظه نمیخوندم عشقم فقط همون استاد شیرلیه همین شیرلی جورایف با این شوام که آرزو میکردم تا حالی آدم ها میگن که شیرلی سرودیچه خونید شما خونید تا ازبکیش خونید میگفته آدم ها پیشنهاد میکنن اکنون به سرودی اکنون من خودم تاجیک هستم تاجیک خواندنم بطور فهمو معرکه و شیر و شکر برای مخلصا ازبکی هم میخونیم. کدام سال با استاد شیرلی جورایف شما روبرو شدید یعنی وا خوردید و در کجا بود وا خوری شما؟ سال 98 خطا نکنم خدا رحمت غفرانکار رحیمبایف دایره چی خب میشناسیم اون کس فرزندشون به خانه‌دار کردگی بودن در تویخانه رحیمی تویخانه استاد اون کس که جوری جدا نزدیک معرکه فرزند خانه‌دار شوی شبیه خانه‌دار شوی فرزندشون دعوت کردگی بودن در همونجا استاد شیرلی جورایف در آمدن ولی توی سر شدگی بود
Onda onkas choy qo'ydishlik bilanki, adasi man bitta unjan yosh budim. Hali hech kimdan beshino. Onda Sherali Jo'rayevning shinonda Sherali Jo'rayevga murojaat kardanki, Sheralijon o'zbekka da guftan. Hamın şogirdi tu bayakta Fotiha tegim ustoz ve barın başını amcanı Fotiha dolan. Ustoz ki Fotiha metyak şogirdi onkas meşi. Karvan kördüm tüyaları buzlap keler. Nortiyada min yarın buzlap keler. Minge bergen va'dalar esdan chiqing. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Minge bergen va'dalar esdan chiqing. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Peşonanga yozganidan ayrılmayor. Yo'lim chiqar qo'shiq aytsam qayrilmayor. Karvan yeli ketguncha qizg'aldoq zor. Yig'latmagi yig'lagandan dunyo bezor. O'ynab kulib ketar yurgin. G'amga o'zim xaridor, o'zim bozor. Peşonanga yozganidan ayrılmayor. Jonim chiqar qo'shiq aytsam qayrilmayor. Qorli tog'larda durustga diyor. O'zga yurtda kelib qolishing bor. O'zga yurtda yuzdirking izlab turgin. Menga emas Qur'onga bo'l intizor. Peşonanga yozganidan ayrılmayor. Jonim chiqar qo'shiq aytsam qayrilmayor. Karvan ko'rdim tuyalari buzlab kelar. Karvan ko'rdim tuyalari buzlab kelar. Nortiyada men yorim buzlab kelar. Menga bergan va'dalari esdan chiqing. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Menga bergan va'dalari esdan chiqing. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar. Ostonasi tillo yurtni izlab kelar.